سلام، خوش به ویدیوی دیگه از چنل بنده یعنی مسما. من مسما هستم و امروز با جناب آقای امیر که خیلی وقت باش ویدیو نداشتم در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و در داستانای حیوانات خانگی. اول من هاوسیز. آره پت. اول تو یکی شده. من بذار یه چیز ساده. ما یه خرگوش داشتیم، یه خرگوش خاکستری داشتیم، خب کرمی بود. آه کرمی خاکستری خیلی زشت بود بنده خدا. من روز داشتم ماینکرافت بازی میکردم، نمیدونم بدوارز بود، با تو بازی میکردم، با یکی داشتم بازی میکردم. خب یه دفعه دیدم موسم قطع شد. خدایا چی شد؟ من چیکار کنم؟ هی یو اس پی رو در میارم دوباره میزنم سر جاش وصل نمیشه. اوه رفتم زیر میز دیدم سیم موس منو جویده، کنده کامل جدا کرده. مرد. بعد مثل اسب افتادم دنبالش نابودش آه. کنم، رفت زیر تخت قایم شد. بعد آخر با علف گیرش آوردمش از زیر تخت بیرون، انداختمش تو قفس. 1 هفته زندانی بود. بعد چی کارش کردین؟ کار دیگه باش نکردین؟ مال خواهرم بود، بیشتر کاری میکردم، خودم از وسط نصف میشدم. بله درسته. بذار من یه بقیه رو داستان طولانی بدم میره. برات بگم. بذار از خیلی وقت پیش شروع کنم، یعنی کلاس دوم. من روز قبل تولدم پدرم با یه چیز جالب اومد خونه. اون چیزی نبود جز یه خوک چندی. تولدم یه جوری کادو گرفتمش دیگه، مثلا لو رفت ولی یه جوری حالا کادوش کردن گرفت، مثلا کادو گرفتمش و اسمش گذاشتم پشمک. و ما همینجوری اسمشو گذاشته بودیم پشمک توی مدت، تا اینکه یه روز با پدرم و من نشسته بودیم پیش این آقای پشمک، داشتیم دنبال اسم بهتر براش میگشتیم و من یه هوی به شوخی گفتم پژمان و همونجا بابام گفت دایو. سان. آره و اینجوری شد که ما اسمشو گذاشتیم پژمان. با اینکه تو خونه نمیذاشتن نگهش دارم و توی آکواریوم تو بیرون زندگی میکرد، تو بالکن یعنی، ولی خیلی حال میداد. صداش هم خیلی گوگولی بود. غذای مورد علاقه‌اش هم قشنگ یادم هندونه بود. یه سری ما رفته بودیم مسافرت و قطعا پژمان رو با خودمون میبریم. ما هر ایوون خونگی داشته باشیم مسافرت با خودمون میبریم، چون کسی مسئولیتش رو قبول نمیکرد. حالا ما خیلی مسافرت میبردیمش و طوری نبود که اولین بارش باشه. حدود 3 هفته مسافرت بودیم و زمانی که موقع برگشتن شد با اون برگشت بهم گفت پژمان تکون نمیخوره. ما فهمیدیم که پژمان فوت کرده بنده خدا و حدود 5 سال هم نگهش داشته بودیم. بعد این 5 سال عمرشو کرده بود در واقع، چون 5 سال عمر میکنن و اینا. کاری از دستم بر نمیومد، هیچی دیگه، ناراحت و افسرده از اون شهر برگشتیم، حداقل من. ما بذار اصلا این از اول بگم، من و خواهرم هر حیوانی میگرفتیم برای ما دوتا بود، یعنی با هم ازش مراقبت آره میکردیم. میفهم. خب حالا خیلی هم 6 7 سال پیش یا بیشتر حتی یه همستر گرفتیم، سفید بود، ماده هم بود. خب گفتیم اسمش چی بذاریم؟ گذاشتیم جواد. این جواد خانم ما دیگه داشت زندگی عادیشو میکرد. یه روز دوست من اومد خونه ما، بعد این لکنت داشتیم بنده خدا. این بعدا رفت که خونشون، رفت مامانش گفت که اسم خواهر من کیمیا، گفت کیمیا همسر گرفته. بعد این زنگ زده به مامان من که ای مبارک چقدر زود و فلان بیسار. همسر کجا بود؟ همسر چیه؟ آخر یه فهمید همستره نه همسر. حالا این داستان ادامه داره. خب فرداش مهد کودک برگشتم، دیدم ای خواهرم چقدر حالش بده. دیدم که جواد داره زجه میزنه، حالش بد شده، داره میمیره. ای وای. مامانمون ورداشتیم که با ماشین بریم سمت دامپزشکی بجینیم نگه داریم، چون خیلی دوستش داشتیم. این روی دستمال روی پای خواهرم بود، من صندلی عقب نشسته بودم، مامانم پشت فرمون.
این همستره خودشو چنگ میزد انقدر داشت اذیت میشد. خواهرم هم خودشو میزد، منم میخندیدم، مامانم منو میزد. بعد تا اونجا این هی همین روند ادامه داشت دیگه، تا برسیم اونجا این بنده خدا مرد. ای بابا. بعد دیگه یه مدت نمیدونم چرا خواهرم گذاشتش پشت پنجره تو اتاقش. بعد دیگه گفتم بریم خاکش کنیم، چه کاریه. رفتیم خاکش کردیم، چند روز بعد دیدیم یه گربه درش آورده برده خورده نوش جانش. جواد جان تموم عجب. شد. تو رو که میشناسین همه، Yes. در اصلا جریانش هم نیستین، توتی بنده است. و این خانم یک بار در رفته بود، اگه یاد باشه بهت پیام دادم. وقتی که بردمش بیرون من تو دستم میگیرمش. بعد توی کوچمون یه لحظه یه کامیون رد شد. بعد این پراش ریخت، ترسید. بعد یهو پرواز کرد و رفت توی بالکن آپارتمان آپارتمان یکی که یه توتی دیگه داشتن. بعد من فهمیدم کجا رفت. اومدم در خونه 1000 تا التماس و اینکم که بیام یه لحظه بگردم ببینم میتونم بگیرم بهش یا نه پیداش کنم. بعد اومدم تو، با بدبختی رفتم همه درا رو گوشم گذاشتم. وقتی که گذاشتم گوشم گذاشتم رو در یکی از واحدا، شنیدم صدای توتو داره میاد، با توتی دیگه داره صحبت میکنه. حالا از شانس من زنگ زدم، اونا خونه نبودن. من اومدم پایین و گفتم من برمیگردم، که یارویی که اونجا بود، به یارویی که اونجا بود در واقع، یه یارو اونجا بود داشت شیشه تمیز می‌کرد. بعد من گفتم آقا من حواست باشه. بعد یهو دیدم پر زد سمت یه ساختمون خرابه کوچیک که داشتن خراب می‌کردن تا یه چیز دیگه بسازن. و بعد من سعی کردم برم بالا از اون میله و چیزایی که گذاشتن دیگه. یه مدت صداشو نشیدم. بعد یه مدت بعد یه سری خواهرم اومد رفت اون بالش و بعد یه مدت گشتن گید که رفته توی یه درخت نشسته و ما رو میبینه ولی پایین نمیاد. بعد آخر با یه جامدادی که براق بود که خیلی دوست داشت تکونش دادیم، اومد پایین. من یه داستان دیگه دارم خیلی کوتاه ولی باحاله. ما یه بار مامانم سر کار بود، من و خواهرم خونه بودیم. ما میلو رو توتی بنده فیشر کوچیکه اینو آوردیم بیرون پرواز کنه. من تو رو تختم نشسته بودم، تخت منم بغل دیوار بود، بغلش هم همیشه فاصله هست و تخت من اینجوریه که به زیرش هم راه داره و بغلاش. این اومد دو سر من میشینه، من اومدم دراز بکشم، این خورد تو دیوار افتاد پایین تخت. من داشتم سکته میکردم که این کجاست. خواهرمو صدا دادم بگرد دوشک رو بردن که تخت باز کردیم، زیر رو داریم میگردیم. نگو این همون موقعی که افتاده اون پایین از اون مره تخت اومده رفته بالا کمد نشسته داره ما رو نگاه میکنه. اون یک ساعت داشتیم تخت بلند میگردیم، برگشتیم دیدیم نگاهش کردیم داره جیک زد بعد رفت. منم یه خوکسه داشتم ولی به مدت خیلی کوتاهی. من نمیدونم تولدم بود چه خبری بود، مامان من گفت بریم که یه حیوان هستی میخوای برات بگیرم. ما رفتیم، این پرنده فروشی بود ولی از این خوکسه بود، نمیدونم خرگوش هم داشت. من یه خوکسه هندی قهوه‌ای دیدم، خیلی ازش خوشم اومد. موهاشم بلند از این مو بلندا. مامان گفتم اینو میخوام، گفت باشه. گرفتیم رفتیم خونه، حالا کلی چونه زدن مامان من تخفیف گرفت. رفتیم خونه، اینو توی قفس خیلی بزرگ گذاشتیم. بعد دیگه یه ذره بیرون آوردیمش، یه اسم واسش گفتیم بذاریم، موقتا اسمشو گذاشتیم شکلات، چون خیلی قهوه‌ای شکلاتی بود موهاش. خب دیگه ما شب خوابیدیم، صبح پاشیدیم اومدم برم ببینم چیکار میکنه، زنده است مرده چه خبره. دیدم قفس کو، یارو کو، چرا نیست. مامانم گفت دستشویش بو میاد، بردم پس دادم ولش کن دیگه. من بچه 5-6 ساله داشتم ار میزدم، اینو که معلوم اسم درست واسه این نداشته بودم، اینو بردی پس دادی. Motherfucker, don't stop, motherfucker. Move, motherfucker, move, motherfucker, move.